میگوید بر من یک امر حتمی هست که همه شما را از بالای پول صراط میگذرانم. تمام بندگان، خواه صالح و خواه غیر صالح، همه شما از بالای پول صراط میگذرید. پول صراط را پیغمبر خدا صفات کردند لغزش دارد، میلغزاند، خار دارد، از زیرش ملائکه هایی هست که به سوی شما هرچی حواله میکنند. لیکن در دوام آیت خداوند گفت ثم ننجی الذین اتقوا، لیکن کسانی که در دنیا خدا ترس بودند، کسانی که ایمان اساسی و صدقی داشتند، اینها از پول صراط با آسانی میگذرند. لیکن ظالم ها و بی خداها را به زانو می افتانیم و در دوزخ می پرتاییم. این معنای این آیت معنای این دارد که از بالای پول صراط هر کدام